سلام بینندگان عزیز، چون همیشه در همین وقت ساعت من شعله گلخوجه با سرخط رویدادها در کنار شما هستم. امروز 27 اکتبر از مشکلات بی‌برقی در تاجیکستان و همزمان در سال جاری 10 میلیون دلار درآمد گرفتن کشور از فروش برق به دولت‌های همسایه میگوییم. زنان افغان ناترسیده بار دیگر دست به اعتراض زده از طالبان حق کار و تحصیل را طلب کردند. تفتیش مهاجران از جانب پلیس اسب سوار و سگ‌بدست در متروی پروکشینای مسکو و واکنش به نوار سیزن تاجیکی گفتند در غلامی افتادند. در یک صدمه مدهش در روی بختر دنغره 4 نفر هلاک شدند. 2 نفر آنها برادران بودند. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید روز 25 اکتبر ماشین اوپل استرا که از جانب ساکن 31 ساله دهه لغمان شهر کلوب اداره میشد به ماشین مرسدس بنز راننده 27 ساله از ناحیه کوشانیان برخورده است. در نتیجه راننده اوپل استرا با برادرش و یک مسافر دیگر در جای حادثه به هلاکت رسیدند. سبب صدمه تحقیق می شود. در تاجیکستان سال بیشتر از 1000 نفر بر اثر صدمه‌های نقلیاتی مجروح گردیده و جان خود را از دست می‌دهند. رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری و حرکت با سرعت بلند را سبب اصلی این فاجعه‌ها می‌دانند. تاجیکستان در سال جاری از ایجاب فروش برق به کشورهای همسایه حدود 90 میلیون دلار فایده گرفته است. صادرات برق به این دولت‌ها در قیاس با سال پیش تقریباً 2 برابر بیشتر شده است. بنابر رقم‌های پیشنهادی کمیته آمار ماه سپتامبر امسال نیروی برق تاجیکستان به مبلغ تقریباً 17 میلیون دلار انتقال یافته است که برابر به نشانداد ماه آگوست سال 2020 میباشد. مقامات تاجیک اساساً برق را به ازبکستان و افغانستان میفروشند. ازبکستان برای هر کیلووات 2 سنت و افغانستان 3 تا 4.5 سنت میدهد. طبق آمار رسمی از ماه ینور تا سپتامبر سال جاری در تاجیکستان تقریباً 16 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال شده است که در نسبت سال قبل 74% بیشتر میباشد. ولی شروع از اول ماه جاری ساکنان گوشه‌های گوناگون کشور برق را با محدودیت میگیرند. مردم میگویند در شبانه روز همگی 8 و یا 9 ساعت برق دارند. مقامات جاری شدن لیمیت را رد میکنند ولی دقیق نمیگویند کی با اقتدار پوره به ساکنان برق را تامین خواهند کرد. در این شب و روز نرخ انگشت یکی از واسطه‌های اساسی گرم کردن خانه‌های مردم در سرما نیز در مقایسه با سال پیش 2 برابر بالا رفته است. ناترسیده از خشم طالبان و دستور منع تظاهرات روز 26 اکتبر گروهی از زنان فعال افغان به کوچه های کابل برآمده طلب کردند که حق کار و تحصیلشان را به آنها برگردانند. این زنان از جامعه بین الملل خواستند به طالبان به حد فشار بیارند که به حق و حقوق زن احترام گذارند. طالبان بعد رسیدن به قدرت در ماه آگوست از اولین کارهایی که کردند این بود گفتند دختران حق تحصیل و بسیاری از زنان حق کار ندارند و باید همیشه در خانه باشند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. این زنان افغان طلب دارند که طالبان حق کار و تحصیلشان را برگردانند. آنها می‌خواهند جامعه جهانی بر رهبران طالبان فشار بیشتر بیارد. تظاهرات 26 اکتبر بعد ملاقات نماینده سازمان ملل با وزیر خارجه طالبان صورت گرفت. به خاطر صدای زنان افغانستان، به خاطر سلب آزادیشان، به خاطر سلب حق و حقوقشان، به خاطر سلب آموزش پرورششان، دروازه‌های مکتب بسته هست، دروازه‌های دانشگاه دولتی بسته هست. شما صدای ما را بیاین بلند بشنوین. ما روزهاست در جاده ها میبریم صدا بلند میکنیم. ما تحت تاثیر فشار وحشت طالب قرار گرفتیم. به خودم به خصوص 2 دفعه چندین دفعه گاز اشکاور سرم استفاده شده. نیروی نظامی خیلی حالت وحشیانه را همه ما دیدیم. ما به خاطر دادخواهی، به خاطر عدالت تظاهرات کردیم. قسمی که میبینین طالبان ما را در محاصره گرفتن. زنان تظاهرگر از خشم طالبان هم نترسیدند. زنان افغان همچنین میخواهند جامعه بین الملل امکان بدهد افغانستان پولش را از بانک‌های بین المللی بگیرد تا مواد غذایی خریدت تواند.
سازمان ملل میگوید ممکن است نصف از مردم گرسنه مانند. بعد آمدن طالبان دسترسی به 9 میلیارد دلار افغانستان ناممکن کرده شد. به خاطر بانک‌های افغانستان آزاد کنه، به خاطر مردم از گشنگی میمیره. خب برای مولایتون بگین، قرار بگین سوی تفاهم ایجاد نکن، برای واضح بگین که ما علیه سازمان ملل تظاهرات داریم، با مردم از گشنگی مشکل پولای افغانستان. اتحادیه اروپا به افغانستان 1 میلیارد دلار وعده داده است. زنان افغان میگویند تا زمانی که حق تحصیل و کارشون را بازپس نگیرند از تظاهرات دست نمیکشند. شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. روز گذشته در حدود سوسینسکای مسکوی نفت در نسبت مهاجران ریدی گسترده برگزار شده است. به نوشته پایگاه خبری ریادوفکا تنها در همین منطقه رسما بیش از 66,000 مهاجر به قید گرفته شده است و رید با شرکت شماری زیادی کارمندان حفظ حقوق از جمله پلیس اسب سوار صورت گرفته است. کاربران رادیوی آزادی هم ویدیویی به ما فرستادند که حضور پلیس و تفتیش سندهایشان را نشان می‌دهد. ریادوفکا می‌نویسد پلیس حجت‌های مهاجرانی را که در ایستگاه پروکشینا و در رو به سوی بازار فودسیتی بودند تفتیش می‌کرد. از ایستگاه پروکشینا مهاجران به مرکز ساخروا می‌روند. در فودسیتی باشد هزاران مهاجر توجیک کار می‌کنند. به گفته مصاحبان رادیوی آزادی در این مرکز از 3 تا 3.5 هزار توجیک فعالیت می‌برند. مهاجران می‌گویند در ریدها آنها را با وجود داشتن تمام اسناد به شعبه پلیس میبرند و با هر بهانه جریمه می‌ستانند. دو روز پیش در شبکه‌های اجتماعی نواری به چرخش درآمد که در آن 3 زن توجیک از شرایط غلامی خود در روسیه شکایت کرده خواستار کمک شدند. آنها در این نوار گفتند یک مرد توجیک آنها را با وعده کار به این کشور آورده است. این زنها در زمین 3 ماه کار کردند ولی مبلغ وعدگیشان را نگرفتند. همچنین مرد کارفرما که آذربایجانی بوده است شناسنامه‌هایشان را بازپس نمی‌دهد. در پی نشر نوار محمد اقبال عطا سخنگوی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان نوشته است این زنان زادگان ناحیه وخش و کوشانیان بوده به یگان سند رسمی به کار جلب شدند. حالا آنها در یکاترینبورگ میباشند. به قول محمد اقبال عطا قضیه این مهاجر زنان تحت نظارت سفارت تاجیکستان و نمایندگی وزارت مهنت در روسیه قرار داشته به آنها یاری حقوقی و مادی رسانیده با جای کار نیز تامین میشوند. عبدالرزاق آوازخان جوان تاجیک و بلوگر معروف در مراسم افتتاح مسابقه قهرمانی بوکس جهان در بلگراد شرکت و 2 آهنگ اجرا کرده است. او در صفحه خود در اینستاگرام نوار ویدیویی را با هنرنمایش در این مراسم گذاشته است. تاجیکستان را در قهرمانی بوکس جهان که 25 اکتبر در سربیا شروع شد 8 ورزشگر نمایندگی می‌کند. مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در میان نورسان و جوانان را تابستان امسال عبدالرزاق با زدن زنگوله آغاز کرده بود. این رقابت‌ها در دبی برگزار شدند. عبدالرزاق 18 ساله بلوگر معروف توجیک در اینستاگرام است. شماره ابونشیان او در این شبکه به بیش از 1 میلیون نفر رسیده است. به عبدالرزاق زمان توجه کردند که در کوچه و بازارهای زادگاهش با سوز و گداز ترانه می‌خواند و با یاری رپسرای توجیک بران از پنجکند به پایتخت آمد. و بار اول دانشجو دختر توجیک به رویخط 15 نفر دانندگان بهترین زبان چینی شامل شده است. سامانه سوخت نیوز از این دانش آموز مونیسا نصراللهیوا نام برده است که در بخش 4 فاکولته شرقشناسی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов تحصیل می‌کند. به قول منبع دور نهایی آزمون میان دانشجویان خارجی تحت عنوان پل چینی در شهر پکین دور شده است. مونیسا نصراللهیوا از بین دانش آموزان آسیای مرکزی جای سوم را اشغال نموده است. امسال سبقت زباندانها 2 ماه ادامه کرده در آن 70,000 دانشجو از 101 کشور دنیا اشتراک داشتند.
دوستان گرامی، اکنون برایتان درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. قرب روبل روسی تا رفت بالا می رود. امروز بانک ملی قیمت 1000 روبل را 161 سومانی و 50 درهم مقرر کرده است. $1 باشد 11 سومانی و 24 درهم و 1 یورو 13 سومانی و 7 درهم تعیین شده است. دوستان خوبم، نشر نوبتی سرخط رویداد را به پایان میبرم. خبرهای از این بیشتر و البته داریم که 3 ساعت پس در اخبار آزادی تقدیمتان خواهیم کرد. برای کار عزیزان خیر خوش نمیکنم.